من عبد مسلم، هر بنده مسلمان دعا بکند برای برادرش پشت سر اون. یک برادرت نیست. این مثال فرزندای من و شما، برادرام و خشتبارام بسیارش در مهاجرت، در نزد من و شما نیستن. وقتی که در حق اونها دعا میکنیم که خدایا بارار کارشان بده، خدایا از آفتهای زمین و آسمان، خدایا حفاظتشان بکن، محفوظشان بدار، خدایا اونها را تن صحتشان بده، خدایا اونها را از تمام خیانتکاری ها نگهبانشان باش، گفته در حقشان دعا میکنیم. یدعو لاخیه بظهر الغیب، پشت سر اون ما شما دعای نیک میکنیم، دعای خیر میکنیم. الا قال الملک، مگر این که فرشته پروردگار میگوید که ولک بمثله، برای تو به مثل همون شود. همون طوری که برای برادرت دعای مغفرت کردی، برای برادرت دعای